سلام، من حمزه مشهور هستم، دندانپزشک. امروز تو این ویدیو می‌خوایم به یکی از سوال‌های مهم حوزه سلامت دهان و دندان پاسخ بدیم. آیا بعد از کشیدن دندان نیاز به جایگزینی اون با ایمپلنت یا پروتز هست یا نه؟ وقتی یک دندان از فک خارج میشه، اتفاقاتی در بدن رخ میده که اغلب ما ازش آگاه نیستیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که رخ میده، تحلیل استخوان فک در ناحیه دندان از دست رفته است. استخوان فک به طور مداوم توسط تحریک و فشار ناشی از جویدن سالم و فعال باقی میمونه. اما وقتی دندانی کشیده میشه و جای اون خالی میمونه، تحریکات از بین میره و در نتیجه استخوان فک شروع به تحلیل میکنه. طبق مطالعات در سال اول بعد از کشیدن دندان حدود 25% از حجم استخوان از بین میره. این فرآیند در صورتی که ادامه پیدا بکنه میتونه شکل ظاهری فک و صورت رو تغییر بده. از طرفی دندانهای مجاور فضای خالی به مرور زمان به سمت این ناحیه جابجا میشن و دندانهای مقابل به سمت بالا یا پایین حرکت میکنن. این تغییرات باعث به هم ریختگی نظم دندانی و ایجاد مشکلات در تکلم، جویدن و حتی بهداشت دهان و دندان میشه. حالا بیایید به راه حل ها نگاه کنیم. دو روش برای جایگزینی دندان از دست رفته وجود داره. روش اول که بهترین و ایدئال ترین حالت هست، کاشت ایمپلنت که کاشت ایمپلنت جلوی تحلیل استخوان فک رو هم میگیره. حالت دوم برای وقتی که قابلیت انجام ایمپلنت وجود نداره و اون پروتزه. پروتز درسته که جلوی تحلیل استخوان فک رو نمیگیره، اما از به هم ریختگی دندون ها جلوگیری میکنه و باعث میشه که مشکلی در تکلم و جویدن ایجاد نشه. در نهایت تصمیم گیری برای انتخاب بین این دو روش توسط دندانپزشک باید انجام بشه. اما نکته مهم اینه که در هر صورت جای دندان کشیده شده نباید به مدت طولانی خالی بمونه. اگر تجربه‌ای در این زمینه داشتید یا سوالی براتون پیش اومده، در قسمت نظرات برام بنویسید. برای ویدیوهای آموزشی بیشتر در حوزه سلامت دهان و دندان کانال رو دنبال کنید، زنگوله رو بزنید و ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید.